8 март روز مادر است. این سنه فرخنده با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2009 جشن گرفته می شود. در سطح دولتی با تنتنه و شکوه خاصه جشن گرفتن روز مادر نشان اعتبار و احترام بلند دولتی و حکومت جمهوری به زنان می باشد. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت در طربخانه تاج محل بخشیده به روز مادر چاره‌بینی ادانت تحت عنوان مادر فرشته حیات برگزار گردید. ضمن سخن افتتاحی معاون رئیس ولایت ابراز داشت که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به احترام زن مادر چون همیشه توجه نموده تاکید کردند که نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، در نهاد فرزندان تربیت نمودن حس وطن دوستی، افتخار ملی، انسان دوستی و مسئولیت شناسی مؤثر است. بزرگی زن مادر پیش از همه در آن تجسم می‌یابد که وی چراغ خاندان، ادامه دهنده نسل، تربیتگر فرزند میباشد. باعث خوشنودی است که در روزهای مژدگانی از بهار و نوروز آغاز فصل شکوفتن‌ها و بیداری طبیعت در سراسر عالم به خصوص تاجیکستان محبوب روز مادر با شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته می شود. رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت بیان داشت که در زمان صاحب استقلالی کشور محبوبمان با ابتکار و تشبث نجیب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بلند برداشتن نقش و مقام زنان در جامعه، تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای صاحب اختصاص از حساب زنان و دختران، جلب زنان و بانوان به کسب و هنر آموزی و به این وسیله مساعدت به حیات آسایشته و روزگار با سعادت آنها زمینه مساعد فراهم آورده شده است. باعث افتخار و سربلندی کل ما مادران و بانوان است که امروز به شرافت سیاست معنوی بنیاد و انسان دوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امامعلی رحمان مقام و منزلت زن مادر در جامعه تاجیکستان در سطح بلند قرار دارد. زنان و بانوان تاجیکستان در فضای آرام، آسایشته، آباد کار و زندگی دارند، روزگار آباد و پرفیض دارند و پیوسته کوشش میکنند که انا همین امنیت، انا همین آسایشتگی، انا همین آبادی همیشه در حفظ و حمایت کشور، دولت و جامعه باشد. مورد به ذکر است که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از آغاز فعالیت تا به امروز همچون حزب سازنده و بنیادکار همیشه منفعت‌های خلق و ملت را حفظ و حمایت می‌نماید. آماده خدمت به خلق و وطن است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تحت راهبری رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توسط راه‌اندازی فعالیت دامنه‌دار و پرثمر اثبات نمود که آن در نظام سیاست جامعه تاجیکستان به یکی از عامل‌های مهم تاثیررسان سیاسی و نیروی پیشبر جامعه نوین تاجیکان تبدیل یافته است. سهم زنان و بانوان نیز در پیشرفت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان شایسته بوده. در ولایت سوخت از 196181 نفر اعضایان حزب 112632 نفرشان را زنها تشکیل می‌دهند. بزرگداشت روز مادر در قلمرو کشور از توجه پیوسته دولت و حکومت و ارجگذاری بر رسالت مقدس عالیه زندگی است، زیرا مادران و بانوان عزیز ما در عملی گردیدن هدفهای سازنده و بنیادکارانه کشور سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. در بسیار برآمدهای جناب عالی محترم پرزیدنت کشور قید می‌گردد که زن صاحب معرفت می‌تواند دارای عائله سالم، سلامتی خوب و برای سالم تشکل یافتن فرزندان جامعه نقش مهم بازیده باشد. در جامعه که امروز ما در تاجیکستان بهشت آسا کار و فعالیت و زندگانی نموده ایستادیم، تمام شرایط ها، تمام امکانیت ها برای ما زنان و بانوان مهیا گردیده است. سیحون حیدرزاده، شاعر مبینزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.